بعد تقریباً 50 سال کار در سیاست، جو بایدن دموکرات رئیس جمهوری آمریکا شد. هرچند دارای کمی در بعضی از ایالات ناشمرده مانده است، بنا به پیشبینی رسانه‌های بزرگ آمریکا، بایدن یقیناً پیروز شده است. چند ساعت پس از این اعلان، جو بایدن در نزد طرفدارانش در شهر ویلمینگتون وعده داد مردم کشور را متحد می‌کند. از باوری و اعتقادی که شما به من کردید خود را حقیر احساس میکنم. قول میدهم رئیس جمهوری باشم که نه از پی جدایی اندازی بلکه در پی یگانگی است. کسی باشم که ایالت ها را به جمهوری خواه و دموکرات تقسیم نمی کند و فقط امریکا میگوید. من برای آن خواهان این مقام شدم که روحی امریکا را احیا کنم، ستون این ملت یعنی صنف میانه را از نو بسازم و احترام به امریکا را در سراسر جهان برگردانم. جوزف بایدن در شهر صنعتی سکرانتون در ایالت پنسیلوانیا به دنیا آمده است. هنگام کارزار تبلیغاتی به زادگاهش هم آمد. پدرش در برابر کارهای دیگر ماشین‌های دستی دوم می‌فروخت و وضع مالی عائله‌شان خوب نبود. بعدی حقوقدان شدن برای کرسی وکیل در سنا از ایالت دلاویر مبارزه برد. 30 ساله بود که به این مقام رسید و جوانترین سناتور در آمریکا شد. 36 سال وکیل بود و در برابر وظیفه‌های دیگر تا به مقام رئیس کمیته امور خارجی سنا هم رسیده است. ولی اکثر آمریکایی‌ها او را همچون معاون رئیس جمهور پیشین باراک اوباما می‌شناسند. من کنستیتوسیای امریکا را حمایت و محافظت میکنم. بایدن دو دفعه سالهای 1988 و 2008 سعی کرد نامزد حزب دموکرات به مقام رئیس جمهور باشد. بار اول از رقابت دست کشید چون معلوم شد پارچه‌ای از سخنرانی‌ها و کار دیپلماتیش را رو بردار کرده است. تلاش دومش هم بی‌قرار بود ولی او را معاون اوباما کرد و جامعه سیاه‌پوستان آمریکا را بیشتر به طرفش کشید. در کارزار امساله هم بایدن خود را رهبری معرفی کرد که میتواند کشور را یک پارچه سازد. معرکه انتخاباتی ما نمایانگری گوناگونی در این حزب و این ملت است و باید همین گونه باشد چون که ما همه را در بر خود داشته باشیم. ما باید دونالد ترامپ را شکست بدهیم و میدهیم. ما نباید مثل او شویم. ما نمیتوانیم بین حزب ها جنگ بی پایانی داشته باشیم. جو بایدن برنامه عظیمی را برای تکان دادن به اقتصادی از کرونا ویروس آسیب دیده آمریکا اعلان کرد. در آن سرمایه گذاری برای نگاه بین کودکان، ساحه تندرستی و معارف و آفریدن 3 میلیون جای کار پیش بینی شده است. بایدن گفته است عهد او برای اصلاحات در ساحه تندرستی قسماً از فاجعه در عائله‌اش سرچشمه می‌گیرد. پسرش بیو بایدن را سرطان در 46 سالگی کشت. همسر یکم و دخترش سال 1972 در صدمه نقلیاتی جان دادند. به نظر من خدمات تندرستی نباید امتیاز بلکه حق بنیادی هر کس باشد. در سطح جهانی بایدن نیت دارد به گفته خودش امریکا را دیگر باره بالاگذار میز امور بین المللی سازد. بعضی از سیاست‌هایش در گذشته از جمله حمایت از جنگ در عراق، حمایت دموکرات‌ها از او را کم کرد. در کارزار فعلی بایدن اشاره کرده است امریکا را به سازش اتمی با ایران برمیگرداند. دونالد ترامپ سال 2018 کشورش را از این سازش بیرون کرد که به شرط محدود کردن غنیسازی اورانیوم تحریمات بر ضد ایران را سبکتر ساخته است. بایدن همچنین موضع‌گیری سخت به ضد روسیه دارد و آن را برای دست داشتن در نزاع اوکراین و مداخله احتمالی در انتخابات سال 2016 در آمریکا تنقید کرده است. انتظار می رود او مناسبت با متحدان آمریکا را ترمیم کند که ترامپ با شعارش اول آمریکا به این مناسبات آسیب رساند. بایدن گفته است اگر سیاست‌های افضل امور خارجیش را باید فوراً مشخص کند، یک روز بعد از پیروزی اول با صحبت تلفنی با همپیمان‌های آمریکا در ناتو به آنها اطمینان خاطر می‌دهد. مثل رقیبش دونالد ترامپ بایدن را هم به بدرفتاری متهم کردند. چندی از زنان همکار سابقش گفتند بایدن با آنها رفتاری نامناسب داشت. یکی از آزار جنسی هم گفته است ولی بایدن آن را قاطعانه رد می‌کند. او را همچنین برای وظیفه پسرش هانتر بایدن در شرکت انرژتیکی بوریسما در اوکراین تنقید کردند. در آن وقت بایدن معاون رئیس جمهور بود. هر دو گفتند هیچ کاری خطایی نکردند، هرچند هانتر بایدن گفته است که نباید این وظیفه را میپذیرفت.
اگر پیش بینی ها رسما تصدیق شود پس جو بایدن 78 ساله کهنسال‌ترین رئیس جمهور آمریکا می شود. منتقدانش شایستگی او را به این مقام گاه برای خطاهای خجالت‌آورش زیر سوال بردند. شما باید فقط ببینید من توانایی عقلانی خودم را هیچگاه با توانایی عقلانی مرد رقیبم مقایسه نمی کنم. معاون بایدن کامالا هریس دادستانی سابق و سناتور از ایالت کالیفرنیا می شود. او فرزندی والدان مهاجر از هند و یامایکا است. همین گونه هریس اولین زن از اقلیت‌ها و سومین نامزدی زن به مقام رئیس جمهور از یک حزب عمده آمریکا می شود. مراسم ادای سوگند پرزیدنت روز 20 ینوری سال آینده صورت می گیرد.